هر کاری میکنی اما جوشات خوب نمیشن. کرم میزنی، میشوری، رژیم سخت میگیری، اما نتیجه هیچی. حقیقت اینه ممکنه خودت داری پوستت رو خراب میکنی بدون اینکه حتی متوجه باشی. توی این ویدیو 5 اشتباه مرگبار درباره درمان جوش ها رو بهت میگم که خیلی‌ها دارن انجام میدن اما متوجه نیستن که چقدر غلطه. اگه یکی از این اشتباه رو انجام میدی احتمالاً هیچ درمان و کرمی نمیتونه برات تاثیرگذار باشه. تا آخر بمون چون آخر ویدیو یه راز کوچیک اما طلایی برات دارم که میتونه پوستت رو نجات بده. من امیررضا جلوند هستم، دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران و اکسترن بیمارستان شریعتی. با من همراه باشید. دن 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 دن. یه چیزی که همیشه و همه جا همراهته یکی از مهمترین علتهاییه که میتونه باعث بشه جوش بزنی. واقعا یادت میاد آخرین باری که گوشیت رو با یه پد الکلی تمیز کردی کی بود؟ آدم هر بار که از بیرون برمیگرده خونه میره دستشویی، دستش رو میشوره و فکر میکنه که دیگه تمیز شده و همه چی اوکیه. اما مشکل اینجاست که بعدش میره گوشی رو دست میگیره که تمام اون آلودگی ها رو همراه خودش داشته. حالا کافیه بعدش یه نقطه از صورتت یه ثانیه بخاره و تو بخارونیش، یا چه میدونم یه لحظه دستتو ببری رو صورتت. اینجاست که تموم این آلودگی ها دوباره به صورت تو منتقل میشن. آلودگی هایی که از صبح که بیرون بودی رو گوشیت جمع شدن. حالا تصورش رو بکن که گوشیت رو خیلی وقت باشه که نشسته باشی. ببین چه منبعی میتونه باشه برای باکتری ها و آلودگی ها. یه چیز دیگه هم که شاید جالب باشه و به نظرت مهم نباشه عوامل روانیه. مثلا هر بار که توی آینه نگاه میکنی و با دقت و جزئیات ریز میای جوشهات رو بررسی میکنی باعث میشه هرس بخوری. این هرس خوردنه باعث میشه استرس و اضطرابت بره بالا. نتیجه این اتفاق بالا رفتن سطح کورتیزولته که در نهایت میتونه باعث بشه التهاب جوشها تشدید بشه. فکرشو بکن در واقع همچین سیستمیه که هر بار تو به جوشات نگاه میکنی و هرسشون رو میخوری و بهشون توجه میکنی اونا بدتر میشن. پس سعی کن تماس با صورتت رو محدود کنی و تا جایی که میتونی دست نزنی. نگاه کردن به آینه رو هم به 2-3 بار در روز کاهش بده. اگر هم بتونی گوشیت رو روزی یه بار با پد الکلی تمیز کنی خیلی عالی میشه. شایع‌ترین اشتباه چیزیه که حدس میزنم هممون حداقل یه باری انجامش داده باشیم: دستکاری و ترکوندن جوشها. میدونم وسوسه انگیزه، اما وقتی جوش رو فشار میدی فقط التهاب رو بیشتر میکنی و باکتری هایی که تو سطح پوستت هستن رو وارد اون جوش میکنی. این که فکر کنی مثلا قبلش اگه دستاتو الکل بزنی یا چه میدونم فیلم آموزش ترکاندن جوش در خانه ببینی و خیلی حرفه‌ای بخوای کار کنی دیگه مشکلی نیست، کاملا غلطه. تحقیقات معتبر نشون داده کسایی که جوشهاشون رو میترکونن 2 برابر بیشتر جای زخم و لک جوشها روی پوست صورتشون باقی میمونه. 2 برابر. وقتی جوش رو فشار میدی سلولهای ایمنی پوستت رو فعال میکنی و التهاب بیشتر میشه. حتی بعد از خشک شدن اون جوش پوستت حساس و قرمز باقی میمونه. به جای فشار دادن از کمپرس گرم و محصولات ضد التهاب ملایم استفاده کن. صبر و روش درست خیلی مهمتر از درمان سریع و لحظه‌ایه. سومین اشتباه این باور غلطه که میگه هرچی پوست خشک‌تر باشه احتمال اینکه جوش بزنی کمتره. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی لایک و سابسکرایب یادت نره. حتما توی کامنت ها برام بنویس که کدوم اشتباه رو تو انجام میدادی و فکر میکردی که درسته. خیلیا از محصولات با درصد الکل بالا استفاده میکنن. این کار ممکنه ظاهراً جوش ها رو کاهش بده اما داره سد ایمنی طبیعی پوستت رو تخریب میکنه. چون یه حس سوزش خیلی ریز میده به صورتت، آدم این فکر رو میکنه با خودش که آره الان دیگه خیلی عالی شد و دیگه ضد عفونی شد و جوش نمیزنم، در حالی که داری با این کار پوستت رو خرابتر میکنی. پوست ما یک لایه محافظ داره که جلوی از دست رفتن رطوبت و همچنین ورود باکتری ها رو میگیره. وقتی این لایه از بین بره بدن واکنش التهابی شکل میده. فردی که روزانه چندین بار از تونر الکلی استفاده میکنه داره به مرور زمان پوستش رو خشکتر و در نتیجه جوشزاتر میکنه. در واقع هر سری که تو داری چربی و رطوبت طبیعی پوست صورتت رو با استفاده از این محصولات از بین میبری، بدن دفعه بعد میاد با تولید چربی بیشتر سعی میکنه که این اشتباه تو رو جبران بکنه و این چرخه معیوب همش ادامه پیدا میکنه تا جایی که واقعا صورتت خیلی حساس و پر از جوش میشه. حتما از محصولات ملایم و مرطوب کننده استفاده کن
تا تعادل پوست صورتت رو از بین نبری. اشتباه چهارم تطابق ندادن درمان با چرخه هورمونیه. یعنی چی؟ به زبون ساده یعنی درمان یکسان در همه زمانها. جوش‌ها معمولاً با چرخه هورمونی در ارتباط هستن، مخصوصاً در خانوما. نزدیک پریود هورمون‌ها باعث تشدید وضعیت جوش‌ها میشن. یه خانوم ممکنه در روزهای قبل پریود جوش‌های زیر پوستی زیادی داشته باشه، اما بعد از به پایان رسیدنش وضعیت پوستیش خیلی آروم تره. درمانی که داری انجام میدی باید بر اساس این تغییرات تنظیم بشه. اگه درمانت رو با این چرخه هماهنگ نکنی هیچ وقت نمیتونی اون نتیجه دلخواهت رو بگیری. پنجمین اشتباه بی‌صبری در درمان و تغییر دادن پروسه درمانیه. این مورد رو من خودم خیلی دیدم. یه نفر مثلا میاد با یه دارویی یه درمانی شروع میکنه، 2 هفته استفاده میکنه این محصولو، بعد از 2 هفته میبینه نتیجه نگرفته، اونو میذاره کنار، میره سراغ محصول بعدی. پوست ما زمان میخواد تا بتونه خودش رو بازسازی بکنه. اگه هر هفته محصول جدید بزنی خب طبیعیه پوستت گیج میشه و این التهاب ادامه پیدا میکنه. بازسازی لایه‌های پوست حدود 28 روز زمان میبره. تغییر سریع درمان باعث میشه هیچ روشی واقعا جواب نده و پوست دائما تحت تاثیر یک استرس مزمن قرار بگیره. یک درمان مناسب رو حداقل 6 تا 8 هفته ادامه بده و یکم صبور باش که نتایجش رو ببینی. جوش فقط یک مشکل سطحی نیست، بلکه یک ترکیب از موارد پوستی، روانی و سبک زندگی. حتی اگه بهترین محصولات، بهترین کرم و سرم ها رو داشته باشی، تا زمانی که این موارد رو رعایت نکنی نمیتونی به نتیجه برسی. پس اول این شد که جوشا رو دستکاری نکن. دوم این که سبک زندگی دیجیتال و استرست رو مدیریت کن. از محصولات الکلی زیاد استفاده نکن و فکر نکن که خشکی برای پوستت خیلی عالیه. درمانت رو حتما با چرخه هورمونی تطبیق بده و در آخر این که صبور باش و روش درمانت رو انقدر تغییر نده. اگه این 5 مورد رو رعایت کنی پوستت بالاخره آروم میشه و میتونی نتیجه دلخواهت رو بگیری. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و لطفاً نظرتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. متشکرم.